گوهی پلیس؟ با یگون کس مناقشه کرد یا جنگ کرد؟ بیاید رفتیم به اونجا. نه اینطور نیست. چی؟ حادثه بسیار ناخوش روی داد. یک آدم مرد. از پدرتون شبهه دارند. کی مرد؟ عزیزی که مرد دزدیده بود. فهمو، اما او حبس شده بود کو؟ من ندانم مرد، نفهمیدم. ناگهان عزیز پیدا شد. یک و یک باره وارد شد و در برش یک چند آدمانش بودند. سلاحاتش گرفت و او به فرش افتاد. بعدم پلیس آمده پدرتون رو گرفته رفتند، اما من هیچ چیز رو نفهمیدم. حالا او حبس شد؟ نه، یعنی حالا حبس نشده است. شاید زیر نظارت باشد. فکر میکنم که حالا بیانات میگیرم. پدرم حبس میشود؟ نه، این چی گفتنی گپ؟ پدرت گناه ندارد، چرا حبس شود؟ اگر او را قاتل حسابیده حبس کنن چی؟ خواهرم آیا تو نشنیدی؟ پدرم گناه ندارد. با فکر شما پدرم با چنین کار دست میزند؟ نه، این البته ناممکن است. حالا میبینید که پلیس ها گفت و گفت میکنن و در نتیجه بیگناه بودن پدرم انیق میشود. همینطور نیست؟ بله، باید فکرمون مثبت باشد. هرگز چیزی بد نخواهد شد. با ما یگان چیز میشود؟ نه جونم، تو آرام شو. با ما یگان چیز نمیشود. به فکر من همه چیز بهتر میشود. پدرت از این مصیبت خلاص خواهد شد. کمی فکر کرده به خود میآید و از آن زن جدا میشود. فرزندهایش رو ترک میکنند. به نزد ما برمیگردد. با مانند پیشینه همراه میشویم. همه یک جای خرسندانه زندگی میکنیم. این طور باشد رفته پدرم رو خبر گیریم. چی فکر میکنم که برای دیدن اجازت نمیدیم. مادر رویم، شاید اجازه دهند. اما خیر، شما روید. با فکر من اجازت نمیدهند، اما شما باری کوشش کنید و هم چیچک خواهش زیاد دارد. مایلش دخترم تیار شو. تو با ما نمی روی؟ عصبی من ویران شد. میخواهم که تنها باشم. حق است پسرم، با تو چی هم گویم؟ مادر، مرا آگاه کنید. خوب. فاضل، به جای گفته‌ات آمدم. تو در کجایی؟ تنها آمدی ها؟ ریزا آورد. اگر زنگ زنم می آید. تلفن را بگیرم؟ تلفن ها و اطراف اینجا خوب نیست. هنگام رفتن برمیگردانم. به من باور نمی کنی؟ من به استانبول آمده تنها یک چیز را آموختم خانم مجیده. به کسی باور نکن. خودت هم داخل هستی مگر نه؟ برای همین بخشش، برای به تو باور نکردن سبب‌های درست دارم. تو به من دام گذاشتی، به من خیانت کردی، شرطنامه رو ویران کردی. به فکر من از خود گپ نزن خانم مجیده. بعدتر میفهمیم که کی را فریب کرده است. عزیز همونی که جوانها را دزدیده بود. عیناً همان. اگر به بلا گرفتار شوم چی؟ چقدری که خواهی پول میدهم. چقدری که خواهم؟ اگر دستگیر کنند و حبس شوم، تو را من آزاد میکنم. حقوق شناسای خوب را دارم که برای آزاد کردنت همه ای کار را اجرا میکنند. 2 میلیون. 2 میلیون؟ 2 میلیون. با من سودا نکن. من حیاتم را در خطر میمونم. اگر دستگیر کنم. تمام دمت را گیر. 2 میلیون به تو نمیدهم. 4 میلیون. 4 میلیون؟ نصفش پیش از کار، نصف دیگرش بعد از کار. اینطور روشن می شود. من چیزی را که فکر میکنید حس کرده میتونم خانم مجیده. عزیز نیلگون را میکشت، من باشم عزیز را تازه میکردم. بعدن کی میدانه که به سر من چی بلا می آمد. شما باشید همه کار تمام شد، من دیگر پروان ندارم. درست است؟ درست است. از آن که من فکر میکردم با عقل تر بوده ای، ولی چرا گناه را به کمال بار کردی؟ شما از فکر کردم هم با عقل تر بوده اید گفتید، اما من از آن هم با عقل ترم. تا دمی که او در محبس است به من ضرر رسانده نمیتوانید. آزادی پسرت به این تعلق دارد.
پدر. کمال چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ همش با آخر میرسد. حقیقت روی آب خواهد آمد. خواطر نشو. وزنین باش. تو رو با کجا میبرد؟ با پروکراتورا خانم. در امنیت رفیقی دارم پلیس کیف. از سرداری که از من بیانات گرفت رقم تلفنش را گرفته زنگ زن او به تو یاری میدهد. فهمیدی؟ فهمم. زنگ میزنم. حسرت و قادر را احتیاط کن. مادرم پیر است با او صاحب شد. تو بزرگی نشان ده. صبر کن میلش. خوب شده است. با چیچک و مرد بگو که پدرشان آنها را سخت دوست می‌دارند. این را تو خودت میگویی. خودت آخه تو گناه نداری. تو یگان کار نکردی. تو خود میگویی. مادر و خواهرت به تو امانتند. فهمیده شیر بچه؟ بیاید رفتیم جناب کمال. بیا قادر. بیا رفتیم. پدر شما یگان گناه ندارید. ما این را خوب میدانیم. تا آزاد شدن شما همه به من امانتند. هیچ خاطر نشید. خوب پدر. تقایم کجاست؟ نمیدانم در کجایی باشد. بلا بپسش. اکنون چی می شود؟ حالا برای شما کاری کرده نمیتوانیم. جناب کمال با پروکراتورا فرستاده شدند. دادستان اول از او بیانات میگیرد. بعد یا آزاد میکند یا به حبس میفرستد. آیا همه بعدی قرار دادستان انیق می شود؟ بله. یعنی او احتمالی دستگیر شوی دارد؟ بله. پدرتون با کسی زنگ زدنم را خواهش کرده بود. رقم تلفنش رو با پلیس بیانات داده است. من رفته آن رقم ها رو گیرم. شما استید من میارم. یگان چیز نمی شود. با پدرتون یگان چیز نمی شود. پدرتون بیگناه است. کمال کجاست؟ کمال رو بردند. با پروکراتورا بردند. پدرم رو دیده نمیتوانیم. دیده نمیتوانیم. در اینجا نبوده است. بیا رفتیم. من کمی پیشتر پدرت رو دیدم. شما رو بسیار دوست می‌دارد. به مرد و چچک سلام بگو گفت. از من خواطر نشود. همش خوب میشود گفت. فهمیدی؟ دیگر یگان چیز نگفت. به سوزن هم سلام بگو گفت. فهمیدم. بهوده